من یه برنامه 5 مرحله‌ای دارم که هر کسی میتونه باهاش از استرس و آسیب‌های روحی زندگیش عبور کنه. اجازه بده قدم به قدم برات توضیح بدم. اول از همه یه نکته خیلی مهم رو باید شفاف بگم. کیفیت زندگی تو مستقیماً به جایی بستگی داره که از نظر احساسی توش زندگی میکنی. همه ما یه خانه احساسی داریم. آدم‌های عصبانی همیشه دلیلی برای عصبانیت پیدا می‌کنن، حتی وقتی زندگیشون هیچ دلیل خاصی نداره. آدم‌های غمگین راهی برای غمگین بودن پیدا می‌کنن. آدم‌های مهربون هم همیشه راهی برای مهربونی کردن به بقیه دارن. پس اولین سوال اینه: تو کجا زندگی می‌کنی؟ خانه احساسی تو کجاست؟ عادت ذهنی تو چیه؟ برای تغییر این وضعیت بذار از تجربه شخصی خودم بگم. زمانی بود که واقعاً بی خانمان بودم، تنها و در ابتدای مسیر زندگیم. اینترنتی در کار نبود، اما تصمیم گرفتم به کتابخونه برم و به ذهنم غذا بدم. همیشه به مردم میگم اولین مرحله همینه. یکی از معلم‌هام یه جمله طلایی داشت: هر روز نگهبان در ذهنت باش و بهش چیز خوب بده. علف‌های هرز خودشون خود به خود رشد میکنن. اگر دشمنت یه قاشق شکر توی قهوت بریزه، اتفاقی نمیفته. ولی اگر دوستت از روی ناآگاهی سم بریزه، کارت تمومه. پس اگر هر روز حتی 30 دقیقه ذهنت رو با مطالعه یا شنیدن چیزهای مفید تغذیه کنی، پایه تغییر رو ساختی. مرحله دوم، بدنت رو قوی کن. ترس، رکود، بی‌حسی، غم و حتی خشم همگی ریشه فیزیکی دارن. وقتی با یه تمرین شدید، دویدن یا حتی یه پیاده‌روی پر انرژی بدنت رو به حرکت در میاری و خون توی رگ‌هات به جریان میفته، علم ثابت کرده که شیمی بدن فوراً تغییر میکنه. اون موقع ذهن و بدن با هم همتیم میشن. مرحله سوم، همه آدم‌های موفقی که دیدم یه چیز مشترک داشتن. یه مأموریت بزرگتر از خودشون. یه هدفی که ارزشش از دردهاشون بیشتر بود. چیزی که براش حاضر بودن بجنگن. مرحله چهارم، یه الگو پیدا کن. تقریباً همه آدم‌ها وقتی یه الگوی واقعی می‌بینن، باورشون عوض میشه. من با وارن بافت و سارا بلیکلی، جوانترین میلیاردر زن، سر یه میز درباره آینده صحبت می‌کردم. وقتی آدم‌ها سارا رو می‌بینن، فقط عاشق محصولش یا ثروتش نمیشن، عاشق خود شخصیتش میشن، چون نماد ممکن بودنه. وقتی الگو داری، رویا واقعی میشه. بعدش برنامه میسازی، هدف میذاری و با قدرت اقدام میکنی. مرحله پنجم و آخر. همیشه کسی هست که شرایطش از تو سخت‌تره. مهم نیست تو چی رو از سر گذروندی. وقتی به کسی که حالش بدتر از توی کمک میکنی، زندگیت دوباره معنا پیدا میکنه و دیدت عوض میشه. اون وقت میفهمی زندگی فقط من نیست، ماست. من همیشه میگم راز یه زندگی عالی بخشیدنه. راز زنده بودن دادنه. وقتی بفهمی هنوز چیزی برای بخشیدن داری، حتی اگر سخت‌ترین شرایط رو تجربه کرده باشی، زندگیت نه تنها بهتر میشه، بلکه معنا پیدا میکنه، چون به زندگی بقیه هم کمک میکنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، کانال رو سابسکرایب کنین و لایک و کامنت بذارید.